وقتی میگن حرف حساب جواب نداره، این ویدیو رو حتما تا ته ببین. مال 50 سال پیشه داداش. ملت سیستان محرومن به خاطر سیاست پهلوی. 40 سال ما چه غلطی میکردیم؟ 50 سال پیش این امارات که میبینید یه بیابونی بود که علوفه اسباشون هم ما میدادیم. گوش کن، پهلوی مال 50 سال پیشه. 50 سال وقت داشتی اونجا رو از محرومیت در نیاوردی. حالا هرچی میشه پهلوی ما میگیم شما تو این 40 50 سال چیکار کردید؟ پهلوی کیه؟ مثل دولت‌های ماست. هیچ کی چیو گردن نمیگیره. اصلا گردن نگیرتر از رئیس جمهورای ما نداریم. هر کی میاد میگه قبلی گند زد. بابا یکیتون میاد گردن بگیره دیگه. بالاخره یکی بلا رو سر اقتصاد این کشور هیچ کی گردن نمیگیره. الانم که شما میگی آره این سیاست خب شما چرا دنبال سیاست پهلوی راه افتادی؟ اونجا میگن مدرسه نداره، کفر درس میکنن. اینم پهلوی درست نکرد، شما درست میکردید. جاده نداره، این مدرسه میلیاردی بزنید برای 8 دانش آموز. آفرین. برای 80 دانش آموز مدرسه 100 میلیاردی بزن. به جای دوستیایی که میکنن آقازاده‌هاشون تو اروپا آمریکا، چرا نمیارزه؟ ما راضییم بزنید چون براش. زمان شاه آقا تموم شد، یارو تموم شد رفت. بنده با هیچ ظالمی در ظلم شراکت نمیکنم. هیچ ظالمی.